حکایت زیبای نه خانی اومده نه خانی رفته. در زمانهای قدیم مردی بود که خیلی دلش میخواست مثل اشراف و خانها زندگی کنه. اما نه پول و پله‌ای داشت، نه گاو و گوسفند و نوکر و کلفتی. او با صرفه‌جویی زیاد زندگی میکرد تا شاید بتونه پولی پس انداز کنه. از قضای روزگار یه روز این مرد روستایی به شهر رفته بود تا چیزی بفروشه. وقتی جنساشو فروخت و میخواست به روستای خودش برگرده، چشمش به مغازه میوه فروشی افتاد. خربزه بزرگی چشمش رو گرفت و با خودش گفت کاش پول زیادی داشتم و یه خربزه میخریدم. اما همین که نهار مختصری بخرم که از گشنگی نمیرم کافیه. نباید ولخرجی کنم. مرد روستایی از جلوی میوه فروشی چند قدم رد شد. اما میلی به خوردن خربزه نگذاشت جلوتر بره. با خودش گفت چطوره به جای نهار یه خربزه بخرم بخورم. با خوردن خربزه سیر میشم و دیگه نیازی به خریدن نهار ندارم. با این فکر برگشت و خربزه خرید و راه افتاد و از شهر خارج شد. درختی پیدا کرد و زیر سایه درخت نشست. چاقویی از جیبش در آورد و خربزه رو قاچ کرد و مشغول خوردنش شد. وقتی داشت خربزه رو میخورد گفت پوست خربزه رو نمیتراشم تا هر کس از اینجا رد شد و پوست خربزه رو دید بگه یک خان از اینجا گذشته. خربزه رو خورده و پوستش رو رها کرده. تصمیم گرفت مثل خانها بلند بشه و به راهش ادامه بده. اما هنوز گرسنه بود و میلی به خوردن خربزه اذیتش میکرد. با خودش گفت پوست خربزه رو هم میتراشم و میخورم، پوست و تخمه هاشو میذارم همینجا بمونه. اون وقت هر کس از اینجا رد بشه فکر میکنه یک خان از اینجا گذشته، خربزه رو خورده، پوستش رو هم داده به نوکرش تا بتراشه و بخوره. اینجوری بهتره. مرد روستایی با این فکر تصمیم گرفت پوست خربزه رو هم بتراشه و بخوره. اما بازم سیر نشد. با اینکه دلش نمیخواست خود پوست خربزه رو هم بخوره، اما هنوز گرسنه بود. نشست و مشغول خوردن پوست خربزه شد. با خودش گفت همین که تخمه های خربزه رو هم بذارم کافیه. هر کس از اینجا رد بشه میگه یه خان ثروتمند از اینجا گذشته، خربزه رو خودش خورده، ته خربزه رو داده نوکرش تراشیده و خورده، پوست خربزه رو هم داده به الاغش. چه خان مهمی بوده که هم الاغ داشته هم نوکر. پوست خربزه که تموم شد، خان خیالی مونده بود و تخمه های خربزه. اما هر کاری که میکرد نمیتونست از تخمای خربزه هم دل بکنه. با بیمیلی بلند شد و راه افتاد. چند قدمی که رفت دوباره برگشت و گفت نه، از تخمای خربزم نمیتونم بگذرم. اما اونا رو هم نمیتونم بخورم. مردم چی میگن؟ نمیگن این چه خانی بوده که از تخمهای خربزه هم نتونسته چشم پوشی کنه؟ مرد روستایی دوباره راه افتاد. چند قدم از جایی که خربزه رو خورده بود فاصله گرفت. به نظرش گذشتن از تخمه‌های خربزه کار مهمی بود. بادی به قبقبش انداخت و مثل خانها قدم برداشت. در این حال احساس میکرد که پیاده نیست و بر الاغی که پوست خربزه رو خورده سوار شده و نوکری که ته خربزه رو تراشیده و خورده دهنه الاغو گرفته. این رویا مدت زیادی ادامه پیدا نکرد. یک بار مرد روستایی از جا پرید و با عجله به سمت تخمه‌های خربزه دوید. خیلی زود تخمه‌های خربزه رو هم برداشت و با میل زیاد مشغول خوردن اونها شد. تخمه‌های خربزه رو هم که خورد گفت آخیش راحت شدم. حالا انگار نه خانی اومده نه خانی رفته. اصلا هیچ خانی از اینجا عبور نکرده، خربزه‌ای هم نداشته. بله دوستان عزیز، این ضرب المثل رو کسی میگه که قبلاً قول داده کاری رو انجام بده و بعداً پشیمون شده. او با گفتن نه خانی اومده نه خانی رفته به دیگران میگه من اصلا اهل این کار نیستم. دست از سرم بردارید. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراهمون بودید.